ساکنی محله تیلوکان زرینه سمدوه از صبح صادق با روحی ایدانه و طبعی بولیده به اوچسک انتخاباتی رقم 51 با مقصد آوازدهی به نامزد انتخاب کرده اش آمد. زرینه باور دارد که آوازی او نیز برای پیشرفت دولت و حکومت تاثیر خود را خواهد رساند. افتخار از تاجیکستان سال استقلال با شکرگزاری از زیار عزیزمان همچون آوازدهنده، همچون ساکن شهر خوجند، همچون شهروند جمهوری تاجیکستان ما ساکنان شهر خوجند آمدیم برای آوازدهی و نامزد ارزنده و البته امروز ما انتخاب خود را علکه کردیم و وکیل ارزنده و نامزد ارزنده آواز خود را دادیم و باوری کامل داریم که امروز بهر پیشرفتی گروشکوفی تاجیکستان عزیزمان در آینده از نامزدهای ارزنده امید و آرزوهای زیاد داریم که بهر پیشروی بهر کامیابی های دولت ما خدمت های ارزنده و نظررس را میکنند. ساکنان حدود اوچسک رقم 51 حوزه انتخاباتی رقم 37 تیلوکان با هدف رای دادن به نامزد ارزنده خود به اوچسک آوازدهی حاضر شده به وکیل ارزنده خود آواز دادند. طبق اطلاع مسئولین اوچسک انتخاباتی رقم 51 که در بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 شهر خوجند جایگیر کرده شده است، 2903 نفر انتخاب کنندگان به قید گرفته شدند. رئیس اوچسک مذکور قلی خان باباجانов ضمن صحبت گفت که در حوزه و اوچسک مذکور انتخابات خیلی شفاف در جریان است. در حوزه انتخابات ما 3 نامزد به وکیلی پیشنهاد کرده شده است. یکی از یک نفر از حزب خلق دموکراسی تاجیکستان و 2 نفر خود پیشبر می باشند و تا این دم زیاده از صدها آواز دادند و سحری بر وقت ما با آن شخصانی که یکمین بار آواز می‌دهند آنها را تبریک کرده با آنها تحفه حافظه را پیشنهاد کردیم و اینچنین از شخصانی سابقه داری که تو سالهای طولانی در این گونه چهاربینی‌ها اشتراک کردند نیز آنها را تبریک نمودیم و من باوری کامل دارم که تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان در این معرکه سیاسی اشتراک میکنند و رفتی چهاربینی در حوزه ما به طور شفاف گذرانده شده ایستاده است. نمایندگان بین الملل و مشاهدان در اینجا حضور دارند. هیئت گروه ایجادی همچنین از رفت انتخابات به حوزه انتخاباتی رقم 36 اوچسک 50 محله 13 هم دیدن کرد. در حوزه انتخاباتی مذکور 2906 نفر رای دهنده به قید گرفته شدند. بنا به اطلاع مسئولین از این شماره بار اول به انتخاب اشتراک کننده 52 نفر، مهاجران 92 نفر و شخصان بیمار و محدودیت داشته 10 نفر را تشکیل می‌دهند. این دخترک باری اول در این معرکه مهم سیاسی شرکت ورزید. از طرف مسئولین اوچسک انتخاباتی او را با گل پیشواز گرفتند. او اولین بار به جانبدار نامزد و حزب سیاسی ارزنده به مقصد رشد مملکت و ترقی یافتن کشور محبوبمان آواز داد. من امروز خیلی خرسند هستم که امروز به انتخابات آمده اشتراک کردم و همچون آوازی خود را به نامزد ارزنده گذاشتم و باوری دارم که نامزدی که من انتخاب کردم و آواز دادم که به رشد جمهوری تاجیکستان سهم خود را میگذارم. استقامت کننده میکراناحیه 12 بینای 149 خانه 51 بی خاصیت جلالوه از سبب بیمار بودن شوهرش در این معرکه مهم کشور اشتراک کرده نتوانست، زیرا شوهرش معیوب است و او با نگاه و بین شوهر مشغول است. مسئولین اوچسک انتخاباتی رقم 50 به خانه او با قوطی سیار آمدند. من جلالو بی خاصیت شوهرم جلالو عبدالصمد از بس که شوهرم بیمار هستند ما با حوزه انتخاباتی رفتن نتونستیم و نمایندگان حوزه نمره 50 به خانه آمده نامزدی خود را ما و نماینده و ارزنده سپردیم. لازم به یادآوری است که در حوزه انتخاباتی رقم 36 اوچسک 50 روند آوازدهی انتخاب کنندگان تا ساعت 20 بیگاه ادامه داشت. ساکنان این محل نیز در این معرکه مهم سیاسی انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قرض شهروندی خود را اجرا نموده به وکیل ارزنده انتخاب کرده خویش آواز دادند. گزارش پروین احرار و ترسونالی شیرالیف برای برنامه اطلاعاتی پیام روز. تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان
در تمام участк‌های انتخاباتی آوازدهی به طور مستقیم برابر و پنهانی آغاز شد که امروز در участок انتخاباتی رقم 53 شهر خوجند شهروندان در روحیه فضای صلح و ثبات وطن و دولتداری و از شکرگزاری از امن و آسایشتگی رای خود را داده ایستادند. آوازدهی به وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق از جانب انتخاب کنندگان در участок انتخاباتی رقم 53 از حوزه یک مانداتی انتخاباتی رقم 13 شهر خوجند از صبح بروقت ساعت 6:00 صورت گرفت که شهروندان در فضای صلح و آرامی و شکرگزاری از صاحب استقلالی کشور عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال استقبال گرم کردند. به نامزدهای ارزنده و حزب سیاسی که جانبدارش هستند آواز دادند. مستور عظیم‌آوا اعضای کمیسیون участок انتخاباتی رقم 53 از حوزه یک مانداتی انتخاباتی رقم 13 شهر خوجند اظهار داشت که در участок انتخاباتی رقم 53 از حوزه یک مانداتی انتخاباتی رقم 13 شهر خوجند همگی 2400 نفر به قید گرفته شده. از این شماره 84 نفر بار اول در انتخابات شرکت ورزیده و جانبداری نامزد و حزب سیاسی ارزنده و خاطر پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان صاحب استقلال آواز دادند. در участок انتخاباتی رقم 53 شهروندان با یک روحی بالیده رای خود را داده ایستادند. البته این در فضای آباد و سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باشد. باید گفت که به هر یک انتخاب کننده 5 تایی بلوتین انتخاباتی داده می شود. علاوه بر این انتخاب کنندگان بلوتین ها را به نامزدهای حوزه های انتخاباتی یک مانداتی و نامزدها به وکیل مجلس وکیلان خلقی ولایتی، شهری، ناحیوی و محلی پیشبری شده را می دهند. این همش آزادانه می باشد. البته آنها آمده بلوتین های خود را گرفته در و این علایده حوزه علایده در اومده ایستاده انتخابی خود را انتخاب کرده ایستادند. همین طور ساکنان شهر خوجند با احساس بلند وطن دوستی و افتخار از دولت و دولتداری در معرکه مهم سیاسی اشتراک نموده آواز دادند. انتخابات همش عالی جناب من آمدیم حاضر میجوه من همه انتخابات سادیم همین پرزیدنت ایناملی همین کارات عزیزه همه کارا خدا قدر نفس چین اعتماد خدا رسانه همین انتخابات همه گذرد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیام خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قید کردند که انتخابات افاده عالی به واسطه حاکمیت خلق توسط اظهار آزادانه و اختیاری اراده انتخاب کنندگان بوده به طور دموکراتی و آزاد و شفاف برگزار نمودن آن یکی از وظیفه های مهم دولت می باشد.